رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قال حکایت عن ربه تعالی، از نام خداوند جل جلاله رسول خدا حکایه کرد. یعنی که اون سخنی را که پیغمبر از نام خدا میگوید او را حدیث قدسی میگویند. در حدیث قدسی خداوند جل جلاله فرمود که کل عمل ابن آدم له، همه عمل فرزند آدم برای اوست، الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، مگر که غیر از روزه، روزه به خاطر من برای من است و پاداش او را من میدهم. اگر در همه عبادت ریا موجود باشد، مثلا در نماز خواندن می شود که انسان ریا قطع نماز میخواند، در پیش مردم میخواند، در خلوت نمیخواند، یا در پیش مردم نمازش دراز میگیره، در تنهایی او را سبک میخواند، این ریاکاری است. ریا هم شرک اصغر است. یا اینکه در صدقاتش ریا میکنه، یا در حجش ریا میکنه، یا در زکاتش ریا میکند، در همه اعمال ریا موجود است. اما در روزه ریا موجود نیست. از سحر تا بیگاه ما نمیدونیم او را، نه در رنگ روش، نه در یگان جاش خمراز شدن یگان عملی ندارد که ما او را به چشم ببینیم و او بنده را بها بدهیم. از این رو خدا میگوید که روزه فقط برای من است و من خود پاداش او را میدهم. پاداش روزه را، اجر روزه را خداوند جل جلاله گفت من خودم به روزه دار عطا میکنم.